والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه دوم از آموزش علم اصول فقه است و در حلقه گذشته به شما مقدمه را از 10 نمود مقدمه منهجی قسم اونها را ذکر کردیم و به شما بیان کردیم که در آموزش هر یک علم فهمیدن 10 چیز مهم است و بیت را که از علامه محمد ابن علی الصبانی شافعی وفات کننده 1260 هجری بود بیان کردیم که ان مبادئ كل فن 10 الحد والموضوع ثم الثمره وفضله ونسبة والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع هذا الشرفه. یعنی سرشوی آموزش هر یک فن باید از 10 چیز مقدمه شروع بشود. حد این علم، موضوع این علم، میوه هایی که از آموزش این علم به وجود میاد، فضیلت این علم، گزارنده این علم، یعنی این علم اولین شده کی گذاشته است، کی در بالای این علم نوشته، کتاب مخصوص، حکم شرع در بالای این علم، یعنی آموزش این علم چی حکم دارد، فرض عین است، فرض کفایه است یا چی است. ما در حلقه گذشته اصول الفقه را به 2 اعتبار به شما معنی داد کردیم. گفتیم اصول الفقه این نام یک علم است، علم اصول الفقه است، اما نام مرکب است، ترکیب یافته از 2 کلمه، اصول فقه. اصول را علاهیده معنی داد کردیم لغتا و اصطلاحا و فقه را لغتا و اصطلاحا و بعد از این که این مسئله رو به پایان رساندیم به شما فهمیدیم که اصول الفقه چی معنی دارد. مختصرا اصول الفقه علم است که به شما چگونه استدلال گرفتن، استنباط گرفتن، حجت گرفتن از قرآن و سنت را میفهماند. به عباره دیگری عادی اصول فقه علم است که استفاده بردن قرآن و سنت را و فهم صحیح را به شما میآموزاند. یعنی اصول فقه علم است که دلیلگیری را به شما میفهماند. یعنی بگوییم از دلیل حجت گرفتن و مسئله برآوردن و فرق اصول فقه از فقه را بیان کردیم. اصول فقه اجمالی است، فقه مسئله ها را تفصیلی بیان میکرد. بارک الله فیکم. و این یک مقدمه بود که ما به شما ذکر کردیم. اما حالا به شما بیان میکنیم که اهمیت اصول فقه چیست. همین اصول فقه چی اهمیت دارد؟ زیرا که در اساس اهمیت علم اصول فقه بعد از این آموختنش به من شما معلوم می شود که چی اهمیت دارد. علمای اصول فقه میگویند که علم اصول الفقه من اشرف العلوم. آموختن اصول فقه، آموزش اصول فقه از یکی از شرفمندترین آموزش علم هاست. برای چی؟ سبب این است که لأنه الطریق الموصل إلى معرفة احکام الله تعالی. زیرا که همین علم اصول فقه علم است که شما را برای آموزش و فهمش و دانستن احکام الله میبرد. یعنی قرآن و سنت را خوانید، یعنی به واسطه علم اصول فقه از قرآن و سنت احکام را بیرون میکنید. کدام انا این آیت به الله واجب، انا این معنای سخن آیت دلالت به واجب میکرد، اینش دلالت به حرام میکرد، اینش دلالت به سنت و اینش دلالت به مستحب میکرد. انا این دلالت های قرآن را در اساس اصول میفهمید. برای همین کسانی که از علم اصول نقص دارند، کمبودی دارند، فهمششان در بالای قرآن خیلی تنگ است، خیلی هم فهمش های خطا به وجود می آید. آیت ها را حتی مخالفش میفهمند. الله المستعان. زیرا که منهج اصول علمای اهل سنت رو نفهمیدن. علما میگن که اهم العلوم للمجتهد علم اصول الفقه. برای کسی که مجتهد شدن میخواد، یعنی در مسائل علمی
مهمترین علم اصول فقه است. اصول فقه رو نفهمیده به درجه طالب علمی و عالم مجتهد رسیدن اصلا ناممکن است. و این سخن رو ابن قدامة المقدسی در کتاب بارک الله فیکم روضة الناظر و جنة المناظر از علما ذکر میکنه. و دیگری از علما میگه، قرافی میگه که لولا اصول الفقه لم يثبت من الشریعة قلیل ولا كثير. اگر همین علم اصول فقه نمی بود، از همین شریعت اسلام نه چیزی بسیار و نه چیزی کم رو اثبات کرده نمی، ثابت کرده نمی توانستیم، ثابت نمیشد. ثابت شدن احکام ها، ثابت شدن فهم ها، دلالت ها، حجت ها در قرآن و در سنت در اساس انمین قاعده و قواعد چی است؟ اصول الفقه است. اصول الفقه یک فهمی که سلف صالح در اساس همین فهم قرآن و سنت رو فهمیدن. و ابن خلدون میگه که و هو من اعظم العلوم الشرعیه و اجلها قدرا و اکثرها فائده. و یکی از بزرگترین علم از علوم شریعت است، یکی از بزرگترین قدردار علم است و فایده ناکترین علم است. بله این با این همه بزرگیش البته علمی که از فرض عین باشد نیست، از علمی اصل دینی که اعتقاد است نیست، لیکن این سخن برای علما و طالب علم ها که کسانی که به سؤال و جواب مشغولند و یا جوانانی که از اهل سنت و جماعت حقیقت قرآن و سنت را فهمیدن میخواهند، به سنت و قرآن چنگ زده اند و مطالعه کرده فهمیده میخواهند، برای اینها بزرگترین علم این است که باید به واسطه این قرآن و سنت را فهمند. ابن بدران میگن که وعلم انه لا يمكن للطالب ان يسير متفقها ما لم تكن له دراية بالأصول ولو قرأ الفقه سنين وأعواما ومن ادعى غير ذلك كان كلامه إما جهلا وإما مكابرة. بدون که یک برای یک طالب علم ناممکن است که فقیه شود، متفقه شود، مگرم با واسطه علم اصول فقه. بدون علم اصول فقه متفقه شدن، یعنی یک آدمی که فقیه باشی، ناممکن است. اگرچه یک چند سالهای دور و دراز علم فقه میخوانی اما متفقه نیستی. متفقه به این معنا که مسائل های جدیدی زمانه رو یک باره فهمیده نمیتوانی، مسائل ها رو به همدیگر پیوست کرده نمیتوانی، خودت از قرآن و سنت بعضی مسائل رو در اساس اصول علما و قول علمایی که اصول منهجی است برآورده نمیتوانی. و هر کسی که غیر همین سخن رو گوید، یعنی اصول فقه رو اگه علم نالازمی بگوید، در حقیقت یا جاهل است یا متکبر است. بارک الله فیکم. اکنون این دلالت میکند که طالب علمان اهل سنت و الجماعه، کسانی که به دعوت مشغول هستند یا کسانی که به مناظره و مناقشه و بحث با اهل بدعت مشغول هستند، حتما باید یک نصیب قدری از علم اصول فقه را داشته باشند. و انا همین علم اصول فقه سبب می شود که بسیار اختلاف ها از بین برود، زیرا که فهم را به تو می آموزد. امروز اختلاف هم در بالای قرآن و سنت در اساس فهم های گوناگون است. آذری می آید به فهم خودش می فهمد، جهمی، حزبی به فهم خودش، رافضه به فهم خودش و خوارج به فهم خودش، اهل سنت و جماعت به فهم سلف. فهم سلف رو از کجا میفهمی که قرآن و سنت رو به فهم سلف چخیل در کجا؟ در اساس علم اصول فقه. همین علم اصول فقه را اولین شده سلف گذاشتن، طریق، روش، منهج استفاده بردن و فهمیدن قرآن و سنت و از قرآن و سنت حجت گرفتن است. برای فهم اهل سنت فهم علمی است، فهم دقیق و نازکی و با تفصیلات است و فرق میکنه از فرق اهل بدعت، از فهم اهل بدعت. فهم اهل بدعت رو عادتا نظر بکنید خیلی هم فهمی مختصری جاهلانه و فهم همه اهل بدعت از شخصی خودش است. به خوارج صحبت بکنید، به جهمی صحبت کنید، فقط میگه که من این خیل میگم، من میگویم میگه. یا یک دو عالم عصر زمان رو میگیرد، اصولی منهجی اصلا صحبت ندارد. مثال سال گذشته، یک سال قبل
در بین جوانهایی که برادران تاجیکستانی بودند داخل شدم که یک نفر از ایران زمین به بین برادران داخل شده و فارغ التحصیل جامعه مدینه منوره هست و هر دوی ما در یک سال فارغ التحصیل هستیم و او حتی حالا ماجستر هم بود سال گذشته در باب علم اصول فقه و می گفت که تارک الصلات نباید تکفیر کرده شد. والله عالم در همین باب بود. ما گفتیم که در این باب اجماع هست. میگه اجماع باشد بعد از اجماع اختلاف شد. ما گفتیم آخر اگر تخصصی تو علم اصول فقه باشد در علم اصول فقه به تو میفهمونن که وقتی که صحابه اجماع کرد بعد از اجماع صحابه دیگر یگان اختلاف به اعتبار گرفته نمیشد. اختلافی که بعد از صحابه به وجود آمد در یک مسئله که صحابه اجماع کردن اختلاف به وجود آمد این اختلاف شاذ است قبول نیست. اختلافی که بعد از صحابه بعد از تابعین یا بعد از صحابه در مسئله ترک صلات اختلاف شاذ اصلا قبول نیست. اجماع ثابت است تمام است. یعنی این هم یک از فواید اصول فقه است که حتی بعضی ها خواندند و تطبیق نکردند. باید تطبیق کرده شد. اکنون موضوع دیگر این است که از آموزش علم اصول فقه ما چی فایده میگیریم؟ بله برادران عزیز از فایده خالی نیست. آموزش علم اصول از فایده خالی نیست. اولین فایده که ما به شما ذکر میکنیم این است که علما میگن معرفت ما یصح الاستدلال به و ما لا یصح. وقتی که علم اصول فقه را آموختید به همین وسیله و واسطه شما میفهمید که از کدام دلیل ها چگونه استدلال بگیرید، چگونه صحیح استدلال بگیرید و چگونه استدلال گرفتن صحیح و درست نیست. یعنی چگونه حجت آوردن درست است و چگونه دلیل گفته آوردن نادرست است. و این چنین همه دلیلی که من و شما همچون دلیل قبول داریم دلیل صحیح، یعنی دلیل های صحیح از سنت و دیگر دلیل ها، اما در مسئله استدلال گرفتن از همون دلیل صحیح استدلال گرفتن به یک مسئله که این دلیل به او ربط نداره صحیح نیست. برای همین اولین فایده چی است؟ چگونه استفاده بردن دلیل و چگونه صحیح دلیل آوردن، چگونه صحیح استدلال گرفتن. من یک مثال مختصر میارم. باز به آذری ها میریم. آذری ها در مسئله جهل عذر است یا نیست دلیل میارن. دلیل صحیح. کسی که این کار کنه کافر است. قرآن رو الله سبحانه و تعالی میگه و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما هیچ کسی را عذاب نمیدیم تا زمانی که به او رسولی رو ارسال نکنیم. در اساس همین آیت صحیح است، دلیل صحیح است. استدلال میگیرد آذری که جهل عذر است. ما میگیم استدلال تو صحیح نیست زیرا که در اینجا کلمه جهل وجود ندارد و این آیت به این دنیا ربط ندارد. این آیت حکم آخرت رو بیان میکرد و این آیت امین ماندن جاهلان در از عذاب را ذکر میکرد. یعنی به این آیت جهل در حکم عذر بودن جهل به اسم در این دنیا نیست، به این دنیا ربط ندارد و بلکه به آخرت به مسئله عذاب است. و با همین فهمیده می شود که اگر چی دلیل صحیح است استدلال حجت گرفتن از این آیت طریقه و روش باطل است، منهجی نیست. یکم فایده می است. و فایده دوم علما میگن معرفت مراتب الادله و ما يقدم منها و طرق الجمع او الترجیح بین الادله التي ظاهرها التعارض. یعنی آموزش اصول فقه به تو می آموزاند. به واسطه اصول فقه می آموزیم مرتبه های دلیل رو. دلیل به خود مرتبه دارد و کدام دلیل پیش از دیگر دلیل ها می ایستد، مقدم از دیگر دلیل ها است. یک. و دوم همین علم اصول فقه به شما می آموزاند که چگونه حجت ها رو دلیل ها رو جمع بکنیم و بعد از اینکه در یک مسئله 10 دلیل رو دیدیم بعد از این قول راجح رو 40 قول راجح رو براریم. و این چنین انا همین اصول فقه می آموزاند که
وقتی که حدیث ها به همدیگر ضدیت کردند یا که دلیل میگیم ادله، نه فقط حدیث، ادله، تمام نمود دلیل یا نصوص، وقتی که ظاهرا شما فکر میکنید که به همدیگر چی آورد، تعارض، ضدیت شد، علم اصول فقه به شما می آموزاند که چگونه از همین تعارض بیرون شویم، چگونه جمع بکنیم بین این دلیل ها. مثال پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میگن که الماء بالماء، مختصر در بلوغ المرام ابن حجر ذکر میکرد، حدیث است. معنای حدیث همین است که مرد وقتی که بدنش علاقه جنسی بکند تا زمانی که آب مرد نبراید غسل واجب نمی شود. حدیث صحیح است. حدیث دیگر میاد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که عسیلته و عسیلته، یعنی اذا التقى العسیله، یعنی وقتی که شفره مرد، همین آلت مرد وقتی که به فرج زن رسید، کمی نوک به نوک سری آلت مرد و به زن پیوست شد، کمی در همین حالت غسل واجب شد. دو حدیث آمد، یکیش میگوید علاقه جنسی کردی و آب منی، آب مردی نبرآمد غسل واجب نه. دیگرش میگوید که همین آلت به فرج زن کمی رسید و داخل شد، تمام غسل واجب است اگرچه حرکت نکردی. اذا جلس بین شعبها الاربعه میگن دومی حدیث متفق علیه است. دو تا حدیث به هم دیگر وقتی که ضدیت کرد چگونه حکم میکنی؟ هر دو صحیح است. علم اصول فقه میفهماند. نظر میکنی که کدومش عام است، کدومش خاص است، کدومش مطلق است، کدومش مقید است و کدومش چی است، کدومی از این دو حدیث ناسخ است و کدومش منسوخ است. حدیثی که تا آب منی مردی نبراید غسل واجب نمی شود، این حدیث منسوخ است. این عهد مکی بود، در مکه این حکم بود. وقتی که به مدینه آمدند حکم دیگر آمد ناسخ کننده، حکم جدید آمد که حکم گذشته را نسخ کرد و همین علم را و همچنین مسائل ها را و جمع کردن بین حدیث ها را به شما علم اصول فقه میفهمند. این یک از فایده هاش. و فایده سومی آموزش علم اصول فقه القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على أسس وقواعد سليمة. آموزش علم اصول فقه به انسان یک قدرت و علم را میدهد که سبب می شود و علم به دست می آورد که شما قدرت و توانایی برای حجت گرفتن، استنباط گرفتن احکام شرعی در اساس قاعده های سالم و درست میشید. یعنی حجت می آورد و از قرآن و سنت فهم های درست را بیرون میکنید به قاعده های صحیح و درست. یعنی به سبب علم اصول فقه قرآن و سنت را خوب و صحیح درست میفهمید. و بعد از این فایده چهارم آموزش علم اصول فقه همین است که آموزش علم اصول فقه به شما میفهماند که علما چرا در یک مسئله فقها اختلاف کردند. این را میگن اسباب اختلاف الفقها. هر کسی که در علم اصول فقه قوی باشد، چقدر قوی باشد، انا همو قدر خوبتر، واضحتر سبب اختلاف فقها رو میفهمد که در همین مسئله علما به 5 به 4 قول به 2 قول به اختلاف کردند. سبب اختلافشون چی بود؟ و بعد از اینکه سبب اختلاف رو فهمید، انا همین انسان باز قدرت و علم و توانایی دارد که از بین سخنهای علما از اختلاف قول راجح را ذکر کند. میگوید که در این مسئله علما به 2 قول اختلاف کردند. مثال بیاورید. مثال عادی در مسئله این که آیا نماز ویتر حکمش واجب است یا که سنت است مؤکده. علما به 2 قول اختلاف کردند. مذهبی حنفی گفتند که حکم ویتر، نماز ویتر بعد از نماز خفتن عشا خونده میشد، گفتن واجب است. و حنفی ها فرض و واجب را از هم دیگر یعنی فرق گذاشتن. فرض را بالاتر از واجب
واجب رو پایانتر از فرض گذاشتن. دلیل واجب رو ضمنی و دلیل فرضی رو قطعی گفتن. جمهور سلف تمام دیگر علما و از اونها سه مذهب حنبلی، شافعی، مالکی گفتن که حکم نماز وتر واجب نیست بلکه سنت است، یعنی سنت مؤکده است، از درون نفل است. از درون نفل ها دو نماز نفلی که یا سنتی که از رواتب است مؤکده شدید سخت گفته میشد. 2 رکعت سنت فجر و ویتر. از دیگر همه نمازها بعد از نماز فرض سختترین و از همه متأکد شده ترین سنت مؤکده ترین همین 2 نماز است. 2 رکعت پیش از فجر و نماز ویتر. سبب اختلافشون چی شد؟ سبب اختلاف همین شد که رسول الله نماز ویتر رو هم در حضر و هم در سفر هرگز ترک نکردند. انا همین هم در سفر و هم در حاضر مقیم بودن هرگز که ترک نکردند، حنفی ها فکر کردند که این واجب است. اما سلف باقی مانده گفتند که رسول الله فرض رو هرگز در بالای اشتر نمی خوندند، ویتر رو که خوندند پس این چی است؟ این سنت مؤکد است و قول راجح هم قول سنت مؤکد است، زیرا که قضای ویتر دیگر است و غیر و غیر. و این چنین اختلافات زیاد است. این چنین اختلافات هر مسئله فقهی که اختلاف است، سبب اختلاف قول راجح باید ذکر کرده شد. اما اکنون من به شما حالت اهل بدعت رو میگم. امروزه اهل بدعتی که در بین من و شما وجود دارد، آذری، حزبی، اشعری، ماتریدی و صوفی، در باب فقه هم اینها کمبودی دارد، از سبب اینکه اصول فقه را از نظر منهج اهل سنت ناموخته است. باور بکنید امروز ما صدها طالب علم رو داریم که در باب احکام و شریعه صحبت نکردن، علم فقه رو به مردم تعلیم میدهد، اختلاف علما رو ذکر میکند، قول راجح رو ذکر نمیکند. شما سوال میکنید که شیخ در مسئله اشاره سبابه چی میگوید؟ میگه در این مسئله مذاهب اختلاف کردند، مذهب ابو حنیفه فقط لا اله الا الله یک بار برداشتن، شافعی فقط این، حنبلی این، مالکی این. قول راجح نمیگوید. اهل بدعتی که بخصوص آذری یا حزبی ها میگه گویا کی میگوید، یعنی اینها گویا به مردم میگویند که از این اختلاف کدامی سخن را، یکی از این سخن را به اختیار خودت کدامیش را که خواستی بگیر. اعوذ بالله. و عاقبت باز اختلاف امت در باب مسائل عبادات، معاملات و جنایات باز اختلاف به وجود میاد. سبحان الله. رفع الیدین چی میگه؟ علما اختلاف کردند و این باکی ندارد میگه. قول راجح چی است؟ خبر نمیدید. به خاطر چی؟ به خاطر شاید دل مردم رو نرنجانیدن، به خاطر نمیدونم یگون سبب دیگری. عادتا اهل بدعت به خاطر مشهور شدن و مردم رو از خود دور نکردن، زیرا که آدم 2 قول است بگوید و یکی قول رو ضعیف بگوید و یکی قول رو راجح بگوید، یک مذهب اهلش از شما قلبش سرد میشود. قسمی از اونها مذهب حنفی رو وقتی که در رفع الیدین گفته که ضعیف است، زیرا که احادیث ضعیف موضوع باطل است، بعد از این اینها چی میکنند؟ قسمی از متعصبین حنفی از شما ناراضی میشن. اهل بدعت میخواهند که همه از اونها راضی باشند، اما اهل سنت قصدشون، غایتشون رضایت الله است. رضایت الله است. وقتی که الله راضی شد همه مردم راضی میشن، اما وقتی که الله راضی نشد هیچ کس از تو راضی نمیشد. بارک الله فیکم. که حدیث از ابو هریره رضی الله عنه در روایت امام مسلم است. پنجمین فایده ای که از آموزش علم اصول فقه میگیریم برادران و خواهران عزیز این است که بارک الله فیکم، ما با واسطه علم اصول فقه میفهمیم که شریعت اسلامی، انمین شریعت و احکامی که از معاملات، از عبادات یا از معاملات، از احکام، از حکم شریعت، جنایت و غیره هست، این شریعت اسلامی به همه زمان و مکان راست و موافق و درست و صالح می آید. و احکام شریعت اسلامی قادر به حل و فصل همه نزاعها و مشکلها
و قادر برای اداره همه مجتمعات انسانیت و بگویم به تمام اختلافهای رنگش و نمود و زبانش است. و این چنین به واسطه انمین علم اصول فقه همه مسائل هایی که نو به نو مستجد علمای فقه میگن نوازل میگن، یعنی نو به نو به وجود می آید، به واسطه علم اصول فقه ما این مسائل را حکمش به وجود میاریم، پیدا میکنیم. مسائل هایی که نو به نو به وجود میاد، حکم او را در کدام اساس پیدا میکنیم؟ در اساس علم اصول فقه. علمای اصول حل میکنن این مسئله. بارک الله فیکم. بعضی از علما، محمد مختار شنقیطی بود و یکی از علمای اصول دیگر میگن اصول عالمی که اصول در باب علم اصول فقه عالم است و عالمی که در فقه عالم است فقیه است. فرقش چیست؟ فقیه به مانند گفتند انا همون صاحب صیدلیه است، به زبان عربی صیدلیه میگن، به انگلیسی فارماسی میگن، به روسی اپتیک میگن. اپتیک کسی که در داروخانه می نشیند، به تاجیکی داروخانه میگن. کسی که در داروخانه می نشیند شما به نزدش می روید، دردی سرم میگید، داروی پاراستامول تو میدهد. این فقیه، یعنی به فقیه یک مسئله را گوید، دلیلش میگه، حکم میگوید. اما اصول، عالم اصول به مانند دکتری که شما رو جسمتون رو کاملا نظر میکند، درد شما رو، مریضی شما رو میفهمد و به همون دارو مینویسد. فرق عالم اصولی و عالم فقیه همین است که اصولی این به مانند یک طبیب است که درد شما رو میفهمد و علاجش رو مینویسد. اما فقیه این به مانند دارو فروش است که دارو رو به شما میفروشد. کدام کسی رو گوید دارو رو به همه میدهد. این به یک مثال عادی‌تر فهمانیدن اصولی و فقیه و اهمیت علم اصول. موضوع سوم از مقدمه، حالا ما در مقدمه است. اولین کسی که علم اصول را گذاشته است کی است؟ و معلوم است که بگویم اولا نسبتش، یعنی علم اصول فقه به کجا نسبت داده میشد، یعنی از کجا گرفته میشد. اولینش بگیم علم اصول فقه یکی از علوم شرعی هست، علوم شرعی هست. و این علم اصول فقه را علم آلت میگن و بعضی وقت علم وسائل میگن. برای چی برادران عزیزم؟ علم شریعت به دو قسم تقسیم میشد. علم هایی که اصل است به مانند قرآن و سنت، این اصل است، یا عقیده. عقیده هم قرآن و سنت گرفته میشد. علم اصل قرآن و سنت است. اما علم های هست که اصل نیست. اینها علم های چی است؟ علمی بگویم وسیله هست. برای به همون اصل رسیدن باید این را بیاموزی که اصل خوب فهمی، در فهم اصل خطا نکنی. این علمی وسائل یا که علمی وسیله یا که علمی آله گفته می شود. بمانند علم صرف، علم نحو، این مقصد اساس دین آموختن علم صرف و نحو نیست. این یک وسیله هست. زود آموز، به واسطه این به قرآن و سنت بگذار. اما افسوس که اهل بدعت ایواز کردن جای علمی که اصل است و علمی وسیله است. در تاجیکستان از روزی که خودت رو میفهمی تا روز مردن صرف نحو میخونی، هیچ هرگز به قرآن و سنت نمیرسی. موحد شدنت هم در بالای صرف نحو است. نمیدونم بیدین شدنت هم والله اعلم. چرا؟ برای اینکه این علما از سبب اهل بدعت بودن نفهمیدن که علم اصل چیست و مقاصد چیست، اولاد چیست و معامله به علم اصل چگونه باشد و به مقاصد چگونه باشد. علم مقاصد یا که بگیم علم وسائل و علم اولاد را باید بخوانی و بگذاری و به دیگر روی تطبیق بکنی. بمانند صرف نحو، بمانند علم لغت عربی، بمانند تجوید، بمانند قرائت، بمانند اصول فقه و بمانند بارک الله فیکم
مقاصد الشریعه. این علم های وسایل است و دیگر علم های زیاد است. علم های چی است؟ وسیله. شما را وسیله به کجا میرساند؟ به قرآن و سنت، به فهم صحیح عقیده، به فهم صحیح احکام و فقه و غیره. و اصلی انا همین علمی آلت هم، اصل علمی آلت هم به مانند علم اصول فقه از قرآن و سنت گرفته شده است. شما فکر نکنید که علم اصول فقه علاهیده از قرآن و سنت علاهیده است، ربط به قرآن و سنت ندارد، گویا که علم اصول فقه از قرآن و سنت به وجود آمده است. نه. علم اصول فقه یک آلت، یک سبب، یک وسیله برای آموزش علم فقه و علم قرآن و علم سنت و علم عقیده است و پیدایش اصل این علم هم از قرآن و سنت است. اصل این علم پیدایش از قرآن و سنت است. اولین کسی که همین علم را همچون علم اصول قاعده های اصولی را نوشته و روش حکم گرفتن، روش استنباط کردن از قرآن و سنت، چگونه بین احادیث تعارض نظر کردن، این و آن مسائل اصولی را اولین کسی که نوشته مستقل در همین باب کتاب نوشته و موضوع گذاشته کی است؟ تألیف مستقل کرده اولین کسی که همین علم رو نوشته میگه. در علم نحو مثلا شاگرد علی، یکی از شاگردان علی رضی الله عنه رو میگن عبدالرحمن گفتن اینسانی. در علم تفسیر صحابه نوشتند، شاگردان صحابه از صحابه نیستند. خیلی که از ابو طلحه ابن علی ثابت است که از مجاهد بود و غیره. شاگردان عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عباس معروف است. اما علم اصول رو اولین کسی که نوشت از سلف صالح این محمد ابن ادریس الشافعی رحمه الله، معروف به امام الشافعی، صاحب یک از مذاهب معروف است. بارک الله فیکم. خیلی که در کتاب الرساله، امام الشافعی کتاب مشهور دارن، کتاب الام و کتاب الرساله دارن. همین کتاب رساله امام الشافعی الرساله، همین کتاب اصول فقه است. به خاطر چی نوشتند؟ چرا امام الشافعی این کتاب را نوشتند؟ یک امام بزرگ دیگر در زمان سلف، امام عبدالرحمن ابن مهدی رحمه الله، طلب کردند که از امام شافعی طلب نمودند که یک کتاب در مسئله چگونه حجت گرفتن از قرآن و سنت، چگونه معامله کردن با قرآن و سنت، چگونه فهمیدن نصوص های قرآن و سنت، عام و خاص و مطلق و مقید و انا همین منهج رو از امام شافعی طلب کردن که بنویسند. امام شافعی هم نوشتند رحمهم الله، الله رحمتشون کند که نوشتند که امروز ما منهج سلف صالح در بالای قرآن رو میفهمیم، وگرنه امروزه جهمی ها قرآن بالکل بیکار کردند. ببینید یک قاعده ای که قرآن رو بیکار میکنند. هر آیتی که شما میخونید جهمی های زمانه میگویند که این آیت سبب نزولش فلان است، به فلان قوم نازل شد، به ما ربط ندارد. میگه علمای اصول در زمان سلف قاعده را به اجماع نقل کردند، به اجماع اصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عبرت حجت گرفتن از آیات های قرآن، عبرت فهمیدن قرآن، استنباط گرفتن از قرآن عبرت به سبب نزول است؟ نه، عبرت به خود آیت است. عبرت به عموم لفظ است، به عموم لفظ است عبرت، نه به خصوص سبب. این آیت به فلان قوم نازل شده باشد هم ما از این حجت میگیریم. معنای به فلان قوم نازل شدن این آیت این نیست که این آیت دیگر فقط قرائت شد و حکم نگرفته شد. برای محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله گفتند کسانی که هر یک آیت رو به فلان قوم نازل شد به ما ربط ندارد، به فلان قوم نازل شد به ما ربط ندارد میگویند، اینها به کفر و ردت واقع شده، همه قرآن در آخر بیکار میکنند. عیناً انا همین واقعه رو امروز ما از جهمی های زمانه دیده شدیم. آیت رو میخونی،
این آیت به فلان آدم نازل شده بود. در علم اصول فقه قاعده ها را علمای سلف ذکر کردند که هر منعی که الله در قرآن منع کرد، خواه قریش رو، مشرک قریش رو، خواه یهود و نصارا رو، مشرک رو، خواه دیگر از قوم رو، وقتی که الله منع کرد و همین چیزا به اونها شرک و کفر گفت، این به این امت هم تعلق دارد و من و شما هم باید از همین چیز بازیستیم. و همین آیت رو یا همین دلیل رو برده فقط به یک قوم، به یهود و نصارا ربط کردن یا به قریش ربط دادن و به مشرکین قریش و ما رو از این بیرون کردن، همین خودش عین ضلالت و جهالت است. و این قاعده ها رو در اساس همین علم اصول فقه میفهم که ان شاء الله در آینده بوده میشه. ببینید یعنی بسیاری شبهات عذری ها رو ببینید در اساس علم اصول فقه باید رد کنید، زیرا که همین علم اصول فقه علم فهم قرآن و سنت است، در اساس سلف است. اما افسوس که این جهلای زمانه از اهل بدعت و این گمراهان از این علم، از منهج علمی بیرینند. همین علم اصول فقه را به یک چند نام ها ذکر میکنند. اسمش از همه مشهورترین نام این علم اصول فقه، اصل فقه، اصل های فقه. و بعضی از علمای اصول فقه رو نظر میکنیم که نام این علم رو اصول الاحکام، اصل احکام گفتند. یعنی اصول الفقه گوید هم میشد، اصول الاحکام گوید هم میشد، بوکه ندارد. پس همین سرچشمه علم اصول فقه از کجا است؟ مصدر علم اصول فقه از کجا است که اصول فقه در اساس همون بنیاد شده است؟ اولین دلیل اصول فقه نصوص های قرآن و سنت است. دومین مصدر علم اصول فقه اقوال صحابه است. سومین مصدر اصول فقه اصول دین است، همه مسائل عقیدوی اصول دین. یعنی در اساس قرآن و سنت، فهم صحابه، در اساس به نظر گرفته شدن اصول دین و در اساس چهارمین بگوییم قواعد لغت عربیه که لغت عربی که ما چگونه باید معامله کنیم، ظاهر میگیریم یا لغت عربی را یا لغت عربی را که خواهیم دیگر خیل میکنیم و در اساس فروع الفقهیه اصول فقه به وجود میاد. ببینید قرآن و سنت، فهم سلف این امت صحابه، اصول دین اعتقادی و قواعد لغت العربیه. در همین اساس قاعده اصول فقه، این فهمش اصول فقه، علم اصول فقه به وجود میاد. زیرا که انمی قرآن و سنت رو اگر میفهمم گوید حتما به فهم صحابه باید فهمید و حتما باید قرآن و سنت رو وقتی که میفهمید اول اصول دین رو باید فهمید و مسائل اصول دین رو واضحتر از قرآن فهمیده توانید و حتما قاعده های لغت عربی رو دونید که علما و عرب در بالای بارک الله فیکم عرب در بالای زبان عربی چگونه اعتقاد داشتند. و بارک الله فیکم یک دو نقطه مقدمه آخر رو میگیرم، به همین مسئله رو به پایان میرسونیم. حکم تعلیم گرفتن اصول فقه چی حکم دارد؟ مثلا حکم تعلیم گرفتن عقیده فرض عین است. آموزش لا اله الا الله عقیده فرض عین است، نه مقتضی آدم کفر است. مطلق عقیده رو نمیگیم، اصول دین رو میگیم، اصول دین رو. و این چنین آموختن وضو، آموختن فهمیدن آب، آموختن وضو، آموختن غسل، آموختن تیمم، آموختن نماز و این احکام فرض عین به هر یک مسلمان است. برای چی؟ برای که این یک علم است که هر روز تو باید عمل کنی. اگر نماز رو نه آموخته باشی چگونه نماز میخونی؟ وضو رو نه آموخته باشی نماز صحیح نیست. برای این باید فرض عین. برای همین ما یک رساله رو به برادران شما آماده کردیم و به شما پیشکش کردیم که فرض عین، نام کتاب فرض عین است. از عقیده سر می شود تا فقه، هم اصل دین و هم فروعات که از احکام دین بگیم، مسائل معلومین دین بذره یا فروعات دین رو جمع کرده. فرض عینی که در اعتقاد است و فرض عینی که در فقه است به شما پیشکش کردیم که
به زبان فارسی هم برادرایی که تاجیکی که فارسی می‌دونن پیشکش به برادران میکرده خیلی نازک است و بیان میکنه. بارک الله فیکم. و انا همین اصول دین، قواعد عربی و غیره در همین اساس به شما بیان. یعنی بعد از این گفتیم حکم تعلیمش فرض عین است یا که فرض کفایه. فرض عین مسائلی که حالا ذکر کردیم، اما آموختن اصول فقه فرض کفایه است، فرض عین است. یعنی هر یک فرد این امت آموختنش اصول فقه رو ضرور، واجب، لازم، فرض عین نیست. اگر نآموزد گناهگار گفته نمیشد، بلکه این علم فرض کفایه است. اگر قسمی از امت فهمد، قسم دیگریش از سر اونها ساقط است. اما در حق یک کسی که فتوا میدهد، مجتهدی اجتهاد میکند و در بین مردم در فتوا و سؤال و جواب و بیان و مناظره و بحث و این چیزها مشغول است، در حق این فرض عین است. یعنی در حق طالب علم ها فرض عین است. بارک الله فیکم. همین علم اصول فقه در کدام مسائل عادتا صحبت میکرد؟ کدام مسائل؟ علم اصول فقه اگر همه این موضوعهاش رو ما تحقیق کنیم و نظر کنیم، در زیر 4 موضوع است. یعنی در بالای 4 موضوع صحبت میکرد. در بالای احکام، حکم، چند نمود حکم داریم؟ 5 نمود حکم شرعی، 5 نمود حکم وضعی. واجب، مندوب، مکروه، حرام، مباح، صحیح، فاسد، باطل، یا که سبب، شرط، صحت، منع. این یعنی احکام شرعی و احکام وضعی. و بعد از این دوم، یکم درباره احکام و بعد از این درباره ادله، تمام نمود دلیل قرآن و دلیل سنت، درباره دلیل ها صحبت میکرد. نه فقط درباره دلیل قرآن و سنت، بلکه اجماع و قیاس. برادر عزیزم، دلیل در باب اصول دین قرآن و سنت و اجماع است، اما در باب احکام دین قرآن است، سنت است، اجماع است، قیاس است، اقوال صحابه است و غیر و غیره. دلیل گرفتن در باب اصول دین دیگر است، دلیل گرفتن در باب احکام، فروعات تماما دیگر است. هر دوش رو جدا بکنید. در اصول دین قیاس نمیکنید، اما در فروعات قیاس میکنید. بعضی ها قیاس رو بالکل انکار کردن که اینم باطل است و در جایش بیان میکنید. یعنی اولین علم، اولین باب یا اولین مسئله که اصول فقه می آموزاند به من و شما، این احکام است. دومینش ادله است، دلیل ها. سومینش طرق الاستنباط است، راه و روش حجت گرفتن و استنباط و استدلال گرفتن از علم دلیل ها. چهارمینش اجتهاد را به شما می آموزاند. بارک الله فیکم. خیلی که در کتاب های اصولی علما ذکر میکنن، در مستصفا و غیره ذکر میکنن که حکم، دلیل، استدلال، مستدل و حالت های منو رو بیان میکنن. انا این بود بارک الله فیکم یک مقدمه دومی که قسمی از مقدمه رو به پایان رسوندیم و در حلقه آینده درباره مذاهب صحبت میکنیم که 4 مذهب فقهی به کدام روش علم اصول فقه رو نوشتند. روش حنفی و خیلی جالب است که در حلقه آینده ذکر میکنیم و روش جمهور علما. حنفی ها اول مسئله را ساختن، بعد از این اصول ساختن، اما دیگر علما اول اصول ساختن، بعد از این مسئله را ساختن. برای همین در مذهب ابو حنیفه بسیار، در مذهب ابو حنیفه نمیگیم، در مذهب حنفی ابو حنیفه دیگر هستند و مذهب حنفی دیگر است. خیلی مشکلی ها، بعضی یک عجایبات، تناقضات وجود دارد. و بعد از این کتاب های رو ذکر میکنیم از هر 4 مذهب که کتاب های اصولش ذکر میکنیم. و بعد از اینکه این به پایان رسید، یک بار به یعنی یک حلقه دیگر مقدمه میشود و بعد از این به چی داخل میشیم؟ به شرح کتاب یا موضوع اولی علم اصول فقه. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.